سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 30 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. جنیدالله از جماعت زین الآباد هم در جنگ اوکراین کشته شد. آغاز نو یا پایان دوران اردوغان، ثبت 4 نامزد نهایی به انتخابات ترکیه. دادگاه روسیه از پدر و مادر تاجیک طلب دارد که فرزندشان را برگردانند. مصادره قریب 20 کیلو افیون در مرز پنجکن با ارگوت ازبکستان. سبقت در راه باعث هلاکت راننده بیگناه شد و اکنون تفصیلات خبرها. جنیدالله محمدالله 33 ساله را که با گمان دست داشتن در فروش مواد مخدر در روسیه زندانی شده بود، روز 26 مارت سال 2023 در دهه تاجیک‌آباد جماعت زین الآباد نویه رودکی به خاک سپردند. او ماه فوریه در جنگ اوکراین کشته شد. رادیوی آزادی روز 30 مارت سال 2023 از قول نزدیکان جنیدالله خبر داد که او تیر ماه سال گذشته به جنگ اوکراین جلب شده است. تا انجام حکمش 4 سال دیگر مانده بوده است، ولی به گفته نزدیکانش به او وعده دادند که اگر 6 ماه در جنگ ضد اوکراین اشتراک کند پیش از مهلت آزاد می شود. محمود، یکی از دوستان او، به رادیو آزادی گفت که ماه ینور امسال جنیدالله زخمی و در یک بیمارخانه صحرایی بستری شد. به گفته او مقامات روس به نزدیکانش گفتند که جنیدالله هنگام حمله به بیمارخانه نظامی صحرایی در خاک اوکراین کشته شده است. در سندی که امرای تابوت فرستاده شده است، روز مرگ این محبوس تاجیک 8 فوریه نوشته شده است. از جنیدالله 2 کودک یتیم ماند. تا امروز درباره کشته شدن بیش از 20 محبوس تاجیکی که از زندانهای روسیه به جنگ اوکراین برده شده بودند خبرها به دست رسیدند. اکثر آنها را شرکت واگنر مربوط به ایوگنی پریگوژن، یک سرمایه‌دار نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، با وعده عفو آزادی زود به جنگ میبرد. تنها از اول ماه مارت الکی جنازه های 5 محبوس تاجیکستانی در جنگ اوکراین کشته شده را به وطن آورده در اینجا به خاک سپردند. این به استثنای محبوسان دیگر کشته شده است که در قبرستان‌های ویژه جنگجویان چویکا واگنر در کشور کراسنودار و در ولایت مسکو دفن کرده می‌شوند. دادگاه نویه کچوگ ولایت ایرکوتسک روسیه روز 23 مارت سال 2023 دعوای خانواده بخاشف را که سال 2017 ماشا غیبولویوا فرزند مهاجر تاجیک را به فرزندی گرفته بود بررسی کرد. در تابستان سال 2022 دادگاه شهر ایرکوتسک قرار فرزندخانه غیبولویوا ماریا عزیزونا سال تولدش 2017 را بیکار کرده ماشا را از عائله بخاشف گرفته به مادر بیولوژیش شهروند تاجیکستان انارگل غیبولویوا برگردانیده بود. انارگل غیبولویوا ساکن نویه سینای شهر دوشنبه و شوهرش عزیز اسدوف از جماعت باغستان نویه شهر نو چند سال باز تلاش داشتند که فرزندشان را از این عائله بوریاتو پس گرفته به تاجیکستان برند، ولی بخاشف از این قرار دادگاه شکایت برده و ماشا را به تاجیکستان بردن نتوانستند. بخاشف طلب دارند که قرار از آنها گرفتن کودک را بیکار کرده ماشا را از پدر و مادر بیولوژیش گرفته به آنها برگردانند. دادگاه نویه کچوگ این طلب آنها را قانع ساخت و حکم دادگاه قبلی را بیکار کرده قرار کرد که کودک را به بخاشف برگردانند. در این باره روز 30 مارت به سامانه محلی ایرکرو ادوکات بخاشف الکسی گاردلیژا خبر داد. بنا به اطلاع او حکم دادگاه هنوز قوه قانونی نگرفته است و پدر و مادر بیولوژی ماشا غیبولویوا می توانند در ظرف 1 ماه از آن شکایت برند. گاردلیژا افزود که مکان بود و باش کنونی کودک معلوم نیست و او را تحت جستجوی فدرالی گذاشتند. از تابستان سال 2022 از زمانی که والدان کودک به سبب شکایت بخاشف فرزند خود را به تاجیکستان بردن نتوانستند، ماشا غیبولویوا با پدر و مادرش تحت حمایت کنسولگری عمومی تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک قرار داشتند. میخائیل بخاشف پدرخوانده ماشا آن وقت گفته بود که عائله آنها که از بیفرزندی این طفل تاجیک را به فرزندی گرفته بود با قرار دادگاه راضی نیست و با جلب جامعه تلاش خواهد کرد تا ماشا را به آنها باز پس بدهند. مهلت جمع‌آوری امضاها برای نامزدی به انتخابات پرزیدنتی ترکیه روز 25 مارت سال 2023 به انجام رسید و شورای انتخاباتی ترکیه 4 نامزد را به انتخابات را داد. احمد ینیر رئیس شورای انتخاباتی ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور کنونی ترکیه کمال قلیچدار اوغلو رقیب اصلی او از ائتلاف احزاب مخالفین محرم اینجی و سینو اوغان در انتخابات روز 14 مای سال 2023 برای کسب کرسی پرزیدنت ترکیه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. روند انتخاب نامزدهای نهایی پرزیدنتی در ترکیه به این صورت است که مردم می توانند در مولت معین شده قانونی که از طرف شورای عالی انتخاباتی اعلام کرده می شود به نمایندگی های این شورا در محل زیستشان مراجعت نموده در زیر نام نامزد دلخواه خود به جانبداری از آن امضا کنند. بنا به قانونگذاری ترکیه هر نامزد برای رای یافتن به مرحله نهایی باید دست کم 100,000 امضا جمع آوری کند. رجب طیب اردوغان نامزد معرفی شده از جانب دو حزب، حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی است. اردوغان که 69 سال دارد از سال 2003 تا سال 2014 به حیث سروزیر و از سال 2014 به این طرف به حیث پرزیدنت در مجموع اینک 20 سال باز رهبری ترکیه را در دست دارد. احزاب مخالف ششگانه و یا میز شش شامل حزب دموکرات، حزب ملت، حزب نیک، حزب سعادت، حزب جهش دموکراتی و حزب آینده کمال قلیچدار اوغلوی 74 ساله را که طرفدارانش او را مهاتما گاندی ترکی مینامند به عنوان نامزد نهایی خود پیشنهاد نمودند. انتخابات رئیس جمهوری ترکیه که یکونی ماه پس برگزار می شود در 100 سالگی نظام جمهوریت برای مردم ترکیه در میان بحران اقتصادی بی‌سابقه، تورم پولی، زمین لرزه مرگبار که جان نزدیک به 50,000 نفر را گرفت از بسیار جهت چالش برانگیز و فوق‌العاده با حمایت دانسته می شود. اصحاب مخالف ششگانه امیدوارند که پس از حدود 20 سال قدرت سیاسی را از دست اردوغان و حزب او بگیرند و به حکمرانی اسلامگرایان پایان دهند، ولی اردوغان هم تمام امکانات خود را برای ماندن در سر قدرت به کار انداخته است. در همین حال سه حزب سیاسی و شورای انتخابات ترکیه عریضه نوشته خواهان از انتخابات ماه می بیرون انداختن نامزدی اردوغان شدند. آنها بر اینند که از روی قانونگذاری ترکیه اردوغان حق ندارد بار سیوم وارد انتخابات پرزیدنتی شود، زیرا سرقانون ترکیه به یک نفر تنها برای 2 دوره پرزیدنتی حق می‌دهد. ولی سخنگوی حزب حاکم به رسانه‌ها گفته است که اردوغان در سال 2018 از روی سرقانون نوی رئیس جمهور انتخاب شد و آن دوره پیش از تغییر سرقانون حساب کرده می شود. انتخابات همزمان پرزیدنت و پارلمان ترکیه 14 مای سال 2023 برگزار می شود. در ترکیه 55 میلیون نفر حقوق آوازدهی دارند. پرزیدنت ترکیه برای 5 سال انتخاب کرده می شود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. مرکز مطبوعات خدمات امنیت دولتی ازبکستان روز 3 مارس سال 2023 خبر داد که کارمندان اداره این نهاد در ولایت سمرقند یکجا با مرزبانان از یک کوشش قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر توسط مرز تاجیکستان با ازبکستان پیشگیری کردند. بنا به اطلاع رسمی، یک ساکن 26 ساله ناحیه اورگوت در مرز این ناحیه با تاجیکستان 19 کیلو و 799 گرم مواد مخدر نوع افیون یافت و مصادره کردند. ناحیه اورگوت ولایت سمرقند ازبکستان با جماعت‌های اطراف شهر پنجکند ولایت سوغد تاجیکستان هم مرز می باشد. در این قسمت مرز برای روی مردم گذرگاه جرتیپه و سرز فعالیت دارد. در ویدیو نشر شده دیده می شود که یک مرد با خلطه پر از مواد مخدر تلاش داشت که مرز را در یک مکان پرسنگ کم آدم عبور کند، ولی افراد لباس حربی در تن او را در روی سنگ‌ها به زمین افکنده به پشت خواباندند و دستهایش را توپ داده بستند. نسبت به این ساکن اورگوت بر اساس 2 بند کودکس جنایتی ازبکستان ماده 246 قاچاق و 273 معاملات غیر قانونی مواد مخدر پرونده جنایتی گشودند. بر اساس هر 2 بند قانون به او همچون جزا از 10 تا 20 سال زندان تهدید میکند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و شیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران از جمله با استفاده از قلمرو ازبکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان انتقال داده می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان
به توجه ساکنان و مهمانان کشور میرساند که بنا به معلومات اگنسی هواشناسی جمهوری تاجیکستان تا روز 31 مارس سال 2023 در ناحیه‌های کوهستان توبه جمهوری، ولایت سوق و راه‌های ماشینگرد ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرو ریختن ترمه‌ها تهدید می‌کند. در این ارتباط کمیته بار دیگر از ساکنان و مهمانان جمهوری خواسته است که به دلیل حادثه‌های ناخوش وابسته به تغییر آب و هوا و احتمال به وجود آمدن آفت طبیعی در چنین روزها به مناطق کوهستان و کوهدامن برای شکار یا ماهیداری نروند. همچنین مصلحت نیست که به غنچین هیزم یا جمع‌آوری علف و گیاهای دارواری بروند. کمیته به رانندگان مراجعت می‌کند که هنگام حرکت از طریق راه‌های کوهی و عقبه‌ها بخصوص با راه‌های دوشنبه چنوق دوشنبه و دوشنبه خوروغ خیلی احتیاطکار و هوشیار باشند. یادآور می‌شود ماه فوریه سال 2023 در تاجیکستان دست کم 23 نفر قربانی ترمه‌ها شدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که 28 مارس سال 2023 تقریباً ساعت 18:00 راننده افت-ماشین تمغه دف سعید یعقوب جان سال تولدش 1992 ساکن ناحیه کوشانیان هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد ناحیه شمس‌الدین شاهین با مقصد سبقت یا افغان به سمت مقابل رو حرکت نموده به افت-ماشین تمغه لگنز تحت اداره سلیمانوف الهام سال تولدش 1966 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه راننده لگنز سلیمانوف در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافر داخل این ماشین اسماعیلوف عادل جان سال تولدش 1965 ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. سال 2021 باشد در راه‌های تاجیکستان در نتیجه 1102 صدمه 395 نفر جان باخته، 1217 تن دیگر جراحت برداشتند. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده‌های 252 و 244 کد جنایی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت روزانه دستگیر کرده شد. نام برده 13 آگوست سال 2018 با همراه رفیقانش مردان 26 و 29 ساله ساکنان شهر دوشنبه و ناحیه ورزاب با مصلحت پیشکی با مقصد روزانه تخمیناً ساعت 23:00 در راه ماشینگرد کوچه نصرت الله مقسوم پایتخت مرد 40 ساله ساکن ناحیه عینی را در افت-ماشین تمغه مرسدس بنز سوار نموده کارد در دستشان بوده را به گلوی جبریده گذاشته تهدید کشتن کرده از او 470 سومونی و 2 عدد تلفن موبیلی را گرفتند. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 249 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. از جانب کارمندان میلیس پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 2 و 237 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 32 ساله ساکن ناحیه مشچا آغاز کرده شده است. 17 مارس سال 2023 تقریباً ساعت 14:00 نام برده در میدان بازی فوتبال ورزشگاه واقع در دهه تورکند ناحیه مشچا از احسیات افباشی با مرد 30 ساله ساکن ناحیه مذکور جنگ و جنجال نموده با چوب به سر او یک مرتبه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا عریضه زن 36 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که از ماه دکمبر سال 2022 تا ماه فوریه سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یکچند عدد متاعهای گوناگون زنانه نو پپلین را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 21540 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا زن 30 ساله ساکن ناحیه فیض‌آباد همچنان گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر با عریضه زن 31 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 24 مارس سال 2023 تقریباً ساعت 09:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 3000 سومونی و جواهرات گوناگون طلایی و نقره‌گی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 60000 سومونی را تشکیل می‌دهد.
در نتیجه گذراندن چوربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ عبدالصالح ساکن همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.